به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستانی که ما رو در کانال بورس ویژن دنبال میکنن، عزیزانی که در کانال KS استاک مارکت در بستر تلگرام ما رو دنبال میکنن، تشکر میکنیم از همراهی این عزیزان و البته عزیزانی هم که برای اولین بار محتوای ما رو مشاهده میکنند. خواهش میکنم در صورتی که اون رو مناسب میدونید ما رو دنبال کنید و البته ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خب دوستان، قبل از شروع تحلیل لطفاً اگر دکمه زنگوله رو نزدید حتما این کار رو بکنید تا در جریان تحلیل هایی که در کانال قرار داده میشه خیلی سریع قرار بگیرید. امروز یک شنبه 7 مرداد 1403 قصد داریم تا شاخص گروه خودرو رو یک ارزیابی در موردش داشته باشیم. چندی است که حرف و حدیث راجع به این گروه زیاد شده، خبرهای ضد و نقیض. خب فعلا زمزمه این هست که دوباره واردات خودروهای کار کرده رو متوقف کنند. عده‌ای این رو یک سیگنال صعودی برای بازار خودرو میدونند. بحث این هست که مجددا قیمت گذاری از حالت دستوری و شورای رقابت خارج بشه. خب این هم یک سیگنال مثبت برای بازار میتونه باشه و از همه مهمتر بحث تجدید ارزیابی این گروه. خب حالا ما میخوایم بحث تکنیکال این گروه رو بررسی کنیم و خب میدونیم همه چیز در قیمت نهفته است، پس قاعدتا ما صحت و سقم این خبرها رو هم میتونیم با بررسی چارت و تحلیل اون نسبت بهش اشراف پیدا کنیم. ابتدا یک دورنما از این گروه رو اگر داشته باشیم میبینیم که حرکت‌های پرقدرتی رو داشته و بعد به همون نسبت نزول‌های قوی رو داشته تا این مدت که بیشتر یک حالت رنج و خنثی رو پیدا کرده و خیلی دیگه اون حرکات قدرت گذشته رو نداشته. ابتدا شروع میکنیم با ایچیموکو. همونطور که مشاهده میفرمایید اینجا ما یک سیگنال نزولی داریم و ابر هم ابر نسبتاً قطوری هست و بعید میدونم که این شاخص بتونه در این محدوده ها که حالا خدمتتون مشخص میکنم بتونه از این محدوده ها ورود پیدا کنه به ابر و بخواد خارج بشه. خب سناریو پس چی میتونه باشه؟ اینکه حالا کمی بالا کمی پایین و بیاد این قسمت قطور ابر رو رد کنه و حالا از قسمت نازکتر ابر بخواد این شکست رو انجام بده. خب ابری که ما اینجا داریم میبینیم یک ابری است که هنوز نزولیه. خب از یه طرف ما اینجا سنکو اسپن A رو داریم که داره حرکت نزولی سمت پایین رو انجام میده، سنکو B فلت هست. خب ما نمیتونیم خیلی حالا خوشبین باشیم به اینکه این ابر بخواد به زودی باریکتر بشه و حالا سویچ اتفاق بیفته و یک ابر صعودی رو داشته باشیم. خب من ابتدا این طرح‌ها و خطوط رو پاکشون کنم. اما از ایچیموکو که بگذریم بهتره بریم سراغ میانگین متحرک ها. میانگین متحرک 101 روزه خب بالای کندل هاست، 55 روزه همینطور و 200 روزه هم 21 روزه هم همینطور. خب اینم پس خیلی تأییدی به ما نمیده برای این گروه. اسیلاتورها هم که مشاهده میفرمایید هر سه نزولی هستن، البته دیگه دارن به خصوص استوکاستیک داره وارد ناحیه اشباع فروش میشه. خب پس اینجا هم امتیازی نمیشه قلم داد کرد برای این گروه. بریم تو تایم فریم هفتگی. تو تایم فریم هفتگی همونطور که مشاهده میفرمایید خب ابتدا ما بیایم یک خط روند رسم کنیم. خط روند هم بد نشد،
3 تا برخورد رو داره. خب میبینیم که در تایم هفتگی هم روند نزولی هست، تو تایم روزانه هم نزولی هست. خب این خیلی جالب نیست برای این گروه. من این خط روند رو پاک میکنم و حالا ایچیموکو رو در تایم هفتگی داشته باشیم. خب من این خطوط ایچیموکو رو کمی تنظیماتش رو تغییر بدم تا برای شما قابل مشاهده باشه به راحتی. بله میبینید که کندل ها زیر یک ابر خیلی قطور قرار گرفته، همون سناریو تایم روزانه، منتها با این فرق که اینجا ما کیژونسن فلت رو داریم، تنکان رو داریم که اومده در حقیقت نقش مقاومتی گرفته برای کندل ها. خب پس اینجا هم ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم این بخواد حمله کنه به سمت ابر. این کار خیلی سخت خواهد بود و سناریو محتمل تر اینه که این یک حرکت رنج و خونسایی رو ادامه بده، بیاد و حالا از این قسمت هایی که ابر نازک شده و ممکنه در آینده سویچ انجام بشه، از این قسمت ها بخواد حرکت کنه به سمت بالا. خب اجازه بدید این خطوط رو من پاک کنم. پس در تایم هفتگی هم امتیاز خاصی از ایچیموکو نتونستیم بگیریم برای این سهم، این گروه ببخشید. خب من این خطوط رو پاک میکنم. ببینیم میانگین متحرک 101 روزه، ببینید چجوری اومده نقش مقاومتی داره بازی میکنه تو تایم هفتگی. خیلی سخت شکستن این. نگاه کنید این سایه رو چه تلاشی کرده اما نتونسته، در نهایت اومده دوره پایینش قرار گرفته. خب تایم 55 روزه هم همینطور و 21 روزه هم همینطور. 3 تا مقاومت جدی روی سرشه به جز مقاومت های ایچیموکو و خب البته مقاومت های استاتیکی هم بالای سرش هست و البته حمایت هایی که اینجا میشه براش قائل شد. دقت بفرمایید، این رو میتونید یک حمایت حالا خوب برای خود رو در نظر بگیرید، شاخص گروه خود رو. و حالا با توجه به شرایطی هم که داره ما میتونیم بیایم کمی پایین تر در این قسمت هم یک خطی رو ترسیم کنیم یا حالا حتی اینجا یا ما بین این رو بخوایم بگیریم. به نظر من این گروه سهم هایی که داره، حالا به خصوص اون خودروسازان بزرگ که سواری تولید میکنند، خودرو خساپا، خیلی دیگه نمیشه انتظار داشت که بخوان پایین های عجیب و غریبی رو داشته باشن دیگه. ببینید نهایتا در این محدوده متوقف میشن. خب من عذرخواهی میکنم به خاطر سر و صدایی که کوچولو ایجاد میکنه، نمیشه کاریش کرد، به هر حال بچه است. بله دقت میفرمایید اینجا میشه نقطه پایان حرکت نزولی، ولی برای اینکه بخواد این حرکت تبدیل بشه به حرکت صعودی خیلی به نظر من زمان خواهد برد. ولی اجازه بدید تایم ماهانه نه اینجا کاری نداریم. توی استوک توی تایم ماهانه نگاه کنید، توی اشباع فروش هستیم. خب توی تایم هفتگی نزدیک اشباع فروش هستیم و توی تایم روزانه هم داریم وارد اشباع فروش میشیم. خب مومنتوم الان یکسانه، همگرایی داریم در مومنتوم هر 3 تایم فریم. حالا شما تصور کنید اگر این برعکس بشه و حالا در هر 3 مومنتوم ما شرایط صعودی رو داشته باشیم، اون وقت میشه انتظار داشت که یک حرکت قدرتمند رو در گروه خود رو ببینیم.
خب بیش از این ویدیو رو طولانی نمی کنیم. با توجه به سر و صدای پیرامونی هم که هست اشکال نداره، این هم از قشنگی های کاره. خدا نگهدار شما عزیزان.